هدف این مسابقه را ارزیابی تیم ملی فوتبال زنان این کشور خواندند. علی سلیمی در کابل از این مسابقه میگوید. زنان در برابر زنان. دختران افغان پا به توپ در برابر زنان عضو تیم ملی فوتبال آیساف قرار گرفتند. هدف آشنایی اعضای دو تیم با یکدیگر. زنانی که از دو دنیای متفاوت آمدند. برد و باخت در این بازی خیلی مهم نیست. می‌خوایم که هر 2 ماه، هر 3 ماه یا هر 1 ماه با آیساف بازی داشته باشیم که تیم خود محک بزنیم و تیم ملی مربوط فدراسیون فوتبال افغانستان است و فدراسیون فوتبال افغانستان تا جایی که امکانش بوده تمام امکانات در اختیار تیم ما قرار داده. این دومین بار است که دو تیم با هم مسابقه می‌دهند. فرصت برای شناخت هرچی بیشتر از یکدیگر و تبادل تجاربشان. تیم ملی زنان افغانستان در هر دو نیمه بهتر از تیم زنان آیساف بازی کرد. تیم حریف هم فرصت زیادی برای گلزنی داشت، اما تلاش‌های هر دو تیم برای گلزنی بی‌نتیجه ماند. زنانی که اینجا هستند مانند هر جای دیگری برای حقشان مبارزه می‌کنند. حق بازی کردن و انجام کارهای متفاوت به عنوان زنان. این پیام است به تمام جهان که آنها هم می‌توانند چنین کنند. این مسابقه تماشاچیانی هم دارد. بیشترشان سربازان خارجی اند که در افغانستان خدمت می‌کنند. کودکان افغان هم این گونه تیم کشورشان را تشویق می‌کنند. دختران افغان تازه چند سال است که راهشان را به میدان‌های ورزشی باز کردند. امری که در جامعه سنتی افغانستان مخالفان کمی ندارد. در بیرون خب اولا فوتبال قبول نمی‌کنن که یک دختر فوتبال بازی کنه. از طرف مردم زیاد ما مثلا گپ می‌زنن بالای ما. مگه مال وام بهتر شده، فکر مردم هم روشن‌تر شده. دیگه کدام مشکل خاص نیست. تیم ملی فوتبال زنان افغانستان 6 سال پیش تشکیل شد. در حال حاضر بازیکنانش همه از میان تیم‌های فوتبال دختران شهر کابل انتخاب شدند. اما مسئولان در نظر دارند به زودی بازیکنان از دیگر ولایات هم به این تیم دعوت کنند. در چند سال گذشته تغییرات زیادی در زندگی زنان افغان به وجود آمده. در زمان حاکمیت طالبان بر این کشور زنان حق نداشتند از خانه‌هایشان بیرون شوند. اما حالا زنان افغان علاوه بر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی می‌توانند در میدان‌های ورزشی مثل اینجا حضور پیدا کنند. علی سلیمی، BBC کابل.